سینطق عنک علمک فی ندی و یکتب عنک یوما این کتبت. بعد مصنف گفتن که علم تو در نزد مجتمعت از نام تو گپ میزند. یعنی مقصد تو نباشیم فلانی گفته مردم یا فلانی گفته بودن، گفته سخن تو را نقل میکنند یا از کتابات نقل کرده یا از آن شنیدن نقل میکنند. سینطق عنک علمک فی ندی، در نزد مجتمع در نزد خلق علم تو گپ میزند. و یکتب عنک یوما این کتبت، امروز که تو طالب علم هستی، حدیث ها را می نویسی، علم را می نویسی، فردا مردم هم از تو علم را می نویسند. این یک معنا هست. یعنی تو مادامی که علم گرفتی مردم هم از تو علم میگیرن. و یکتب عنک یوما این کتمت، لیکن تو اگر علم گیری و به مردم نرسانی، علم پنهان کنی، این برای تو گناه نوشته میشد به نام اعمالت. این معنا را دارد.